به نام یگانه بخشنده بزرگ و مهربان، سلام به هموطنان عزیز. خوش آمدید به قسمت دوم. در قسمت اول یک کلیتی رو من راجع به وضعیت گفتم خدمت شما. گفتم چرا ما با هم دیگه اتحاد نداریم و گفتم که آگاهی تنها چیزیه که میتونه ما رو نجات بده. در غیر این صورت هرگز نجاتی نخواهد بود. خیلی کلی اونجا ما یک سری مسائل رو مطرح کردیم. از این جلسه به بعد کم کم دیگه وارد اصل ماجرا میشیم، البته با مقدماتی که خیلی ضروری هستن. یعنی من این مقدماتی رو که دارم میگم برای این نیستش که برنامه رو الکی کشدار بکنیم. این مقدمات ضروریه. بدون وجود این مقدمات، بدون فهم این مقدمات، اون اصل ماجرا بسیاریش دیده نمیشه یا درست برداشته میشه. پس اینها هم به اندازه همون اصل ماجرا مهم هستن. اگر شما قبول دارید که آنچه که ما رو نجات میده فقط و فقط آگاهیه، ما باید به دنبال این باشیم که خب آگاهی در چه فضایی ایجاد میشه، در چه فضایی آگاهی میاد، پایدار میشه، برقرار میشه. آیا در هر فضایی آگاهی به وجود میاد؟ آیا در هر شرایطی ما میتونیم به آگاهی برسیم؟ جواب اینه که نه. اون آگاهی که قراره ما رو بیدار بکنه که بفهمیم راهمون چیه، چاهمون چیه، اون آگاهی که خود به خود اتحاد به دنبال خودش میاره، خود به خود قدرت به دنبال خودش میاره، در یک فضای مثبت هم برقرار میشه. فضای مثبت منظور من این نیستش که خب بگیم و بخندیم و حالمون خوب باشه و الکی به زور که بخواد آگاهی پیدا بشه. نه، منظور من این نیست. اصلا اگرم منظور من این باشه در این شرایط تقریبا غیر ممکنه. منظور من اینه که برای رسیدن به آن فهم، برای رسیدن به آن درکی که در برگیرنده همه چیزه یا اون موارد اصلیه، ما باید بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. چرا که کنترل نشدن احساسات درونی ما مثل خشم، مثل کینه، مثل نفرت، مثل حمله کردن به دیگری و اینطور چیزها باعث میشه که ما خودمون یک حجابی رو ایجاد بکنیم که اون حقیقت رو نتونیم ببینیم. توجه کردین چه شد؟ خیلی جالبه. من وقتی نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، وقتی حقیقت وجود داره من حقیقت رو نمیبینم. اولین مسئله اینه که ما این فهم رو به دست بیاریم. اصلا فهم این که من چطوری بفهمم. برای اینکه بتونم بفهمم باید خودم رو کنترل بکنم. فرض بگیرید شما در مقابل کسی هستید که تمام آنچه که شما نیاز دارید رو میتونه بهتون بگه، اما شما اجازه صحبت به اون نمیدید. مدام وسط حرفش حرف میزنید. مدام هی سوالات بی ربط میپرسید. مدام میخواید بهش حمله کنید. مدام میخواید بهش یه برچسبایی بزنید. یا مدام میخواید نظر خودتون رو بهش غالب بکنید. بگید که نه، من درسته که نیاز دارم به یک راهی که من رو از این وضعیت در بیاره، اما خودم هم میدونم راهم چیه. هی اون میخواد بیا توضیح بده، شما نذاری. چه اتفاقی میفته؟ شما خودت میشی عامل همونی که نمیذاره به راحت و به نتیجت برسی. چون اون طرف اومده بهت بگه تو فقط گوش شنوا نداری، تو فقط اجازه نمیدی که بشنوی. درست شد؟ ما الان دوستان در وضعیتی هستیم که چنین حالتی برقراره. یعنی انقدر از این دوتا دسته یا حالا دسته‌های مختلف ما داریم به هم حمله میکنیم، انقدر داریم تخریب میکنیم، انقدر داریم تمسخر میکنیم که این تمسخر کردن از خیلی قبلتر وجود داشت، الان دیگه به اوج خودش رسیده که ما نمیتونیم و نمیذاریم که حقیقت خودشو نشون بده. باید اول من بفهمم که آقا باید آروم باشم. حالا البته دلایلش هم میگم بهتون که چرا ما نمیتونیم آروم باشیم. یه دلیل عمیق روانی داره. اون وقتی روشن بشه خیلی خیالمون راحت‌تر خواهد شد. اما مسئله اینه که اگر من بخوام به یک نتیجه مثبت برسم، نمیتونم همینطوری برای خودم شلوغ بازی در بیارم. البته شلوغ بازی که فکر میکنم دارم کار درستی انجام میدم، اما غلطه و بعد منتظر نتیجه مثبتم باشم. چنین چیزی امکان نداره. باید یاد بگیریم آروم باشیم.
اگر میبینیم حرفمون، اون ایدمون درست نیست، حالا از کجا میفهمیم درست نیست؟ چون تو ذهن خیلی از ما اینه که نه درسته، ما میدونیم درسته. زمانی میفهمید درست نیست که آقا جواب نمیده، داره جنگ بیشتر به وجود میاره، داره تنش بیشتر به وجود میاره، داره شرایط رو بدتر میکنه. درسته که تو میبینی یه سری چیزا رو که درسته، اما کامل نمیبینی. همه ماجرا اون چیزی که تو میبینی نیست. خب وقتی جواب نمیده، وقتی نمیتونی تاثیرگذار باشی، باید بفهمی که آقا پس علیرغم این که منم فکر میکنم میدانم که این راه و این مسیر درسته، انگار منم کامل نمیدانم. پس باید یاد بگیرم آروم باشم، الکی خشم خودم رو هر جایی اعمال نکنم و اجازه بدم اون حقیقت شنیده بشه، پیدا بشه. تو این سر و صدا که ما اصلا اجازه نمیدیم اون شنیده بشه، به گوش برسه. این کاری که ما باید انجام بدیم. هر چقدر تحت کنترل تر باشیم، خشم خودمون رو بتونیم بهتر کنترل بکنیم، حقیقت رو راحت تر پیدا میکنیم. منظور من این نیستش که ما نباید خشمگین باشیم، هر بلایی سرمون اومده، هر اتفاقی افتاده راحت باشیم و بگیم و بخندیم. نه، منظور من اینا هم نیست. خشمتو نگه دار، اول بفهمی که ماجرا چیه، بعد اونجایی که لازم بود و درست بود ازش استفاده بکن، نه اینکه همه جا رو با خشمت بری جلو. این میشه اون راه غلط. حالا یه مقدار من بیشتر اینا رو توضیح بدم، ببینیم دلایلش چیه و ببینیم چرا باید خودمون رو کنترل بکنیم. ببینید دوستان، ما تا حالا به این توجه کردیم که چرا دو تا دانشمند با همدیگه جنگ و دعوایی ندارن؟ حالا آیا تا بال از خودتون اینو پرسیدید؟ چرا دو تا دانشمند با همدیگه دعوا نمیکنن؟ مثلا یه سری فرمول ها تو ریاضیات مشخص شده، کشف شده. دانشمندان سر اون فرمول ها هیچ موقع با همدیگه بحث نمیکنن. همیشه متحدن، همیشه موافقن و اتفاقا در صدد تکمیل و پیدا کردن فرمولای بیشتر هستن. چرا با هم دیگه بحث نمی‌کنن؟ چرا با هم دیگه درگیری ندارن؟ چون میبینن، چون میفهمن که این درسته، چون معلوم شده. گفتم علم یعنی روشنی. وقتی یه چیزی معلوم شده یعنی روشن شده دیگه. من برای چی باید بجنگم؟ میدونم آقا قضیهش چیه. اما اگر ما یه سری چیزا واسمون روشن نشده باشه، که جلسه قبل من همینو گفتم، یه قسمتایش روشن شده باشه، میخوایم با هم دیگه بجنگیم. چرا؟ چون میخوایم بگیم نه، نظر من درسته. حالا تصور بکنید دانشمندان اینجوری بودن. یعنی تمام دانشمندانی که تا الان تو جهان بودن و شما بیار خلاصه بکن در 2 نفر. 2 تا محقق، 2 تا کسی که میخوان برن دنبال علم. این 2 نفر به جای اینکه خودشونو کنترل بکنن تا به جواب نهایی برسن، بیان در همون اوایل یا اواسط راه با هم دیگه بجنگن. یعنی یه فرمولی رو میخوان کشف بکنن، هنوز کشف نکردن. قبل از اینکه به اون فرمول برسن، یکی یه نظراتی داره، اون یکی یه نظرات دیگه ای داره. نظراتشون رو بیان بگن، ببینن که بله مخالفن، عین هم نظرشون نیست. شروع کنن جنگیدن با هم دیگه. اون بگه من دارم درست میگم، اون یکی بگه غلط کردی، تو داری درست میگی، من دارم درست میگم، اینجوریه، اون بگه نه اینجوریه. هی با هم دیگه بجنگن. فرض کنیم تمام دانشمندا از اون 2 تا دانشمند قراره بیان بیرون. خب اونجا اگر اون 2 تا دانشمند با هم دیگه بجنگن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ موقع به اون روشنی علم نخواهند رسید. هیچ موقع به اون روشنی نمیرسن. و علم از همونجا متوقف میشه. علم از کجا به نتیجه میرسه، به حاصل میرسه؟ اونجایی که وقتی 2 نفر یا حالا یکیشون، حداقل یکیشون هم درست باشه کفایت میکنه، بیاد چیکار بکنه؟ بگه آقا ما الان گویا قسمتی از ماجرا رو داریم میبینیم، بذار بریم جلوتر ببینیم اصل ماجرا چیه. بذار به جای جنگیدن تحقیقمون رو بیشتر بکنیم، یعنی حقیقت رو بیشتر جستجو بکنیم. بعد وقتی حقیقت رو بیشتر جستجو کردن و دیدن که چه چیزی درسته، دیگه با هم دیگه مخالفتی ندارن. تا قبل از اینکه به اون حقیقت برسن، اگر بخوان با هم دیگه بجنگن،
علم متوقف خواهد شد 100%. دوست عزیز، این همه پیشرفت علمی که ما داریم میبینیم، این همه خدمات بیشماری که علم داره به انسان میده و همچنان هم خواهد داد، روی همین سلف کنترل بر خود استواره که اون دانشمند، اون محقق میدونه باید خودش رو کنترل بکنه تا بتونه به حقیقت نهایی توی اون مسئله برسه. اما ما این کار رو نمیخوایم انجام بدیم. ما میخوایم با همون یه مقدار چیزی که روشن برامون و فهمیدیمش، آنچه که میدانیم رو تحمیل بکنیم به بقیه تا اونها هم همون رو قبول بکنن و به خیال خودمون ماجرا رو تموم بکنیم. ما اگر میخواستیم این روند رو در اون دوتا دانشمند که اول از همه بودن اعمال بکنیم، هرگز علم به اینجا نمیرسید و هیچ پیشرفتی نمیکرد، چون اصلا این اجازه نمیده علمی به وجود بیاد. ببینید چقدر مهمه، باید خودتو بتونی کنترل بکنی تا به حقیقت برسی، وگرنه نمیرسی. و اگر نرسی در اسارتی، در بدبختی هستی. اون علم، اون حقیقت تو رو نجات میده. تو نمیخوای خودتو کنترل بکنی، نجات پیدا نمیکنی. پس باید بتونی آروم باشی، باید بتونی تسلط بر خودت داشته باشی. حتی خیلی از مواقع باید اون حمله های طرف مقابلت که اون نادانه، تو کنترل بکنی بر خودت، تو بپذیری و سکوت بکنی. خیلی مهمه. علی‌رغم اینکه اون داره بهت حمله میکنه، شاید داره مسخرت میکنه، شاید داره به تهمت میزنه، شاید داره تو رو نادان جلوه میده، اما اون نمیدونه، تو میدونی، تو باید ساکت باشی. بذارید یه مثال جالب براتون بزنم، این خیلی مهمه. این داستان خیلی داستان آموزنده‌ایه. میگه که یه روز توی جنگل دعوا بوده سر یه مسئله بین روباه و خر. اینا دعواشون بالا میگیره، میرن پیش سلطان جنگل شیر. میگن سلطان اومدیم پیش تو ما رو قضاوت بکنی، تو قاضی ما باشی، ما با هم دیگه سر این موضوعی دعوامون شده، هیچ کدوممون هم کوتاه نمیایم. میگه بگید ببینم موضوع چیه. وقتی مسئله رو تعریف میکنه، میگه که آقا، روباه میگه من سلطان دارم میگم این چمنها سبزه. این خر میگه نه اینا سبز نه، اینا بنفش. سلطان و خره میگه مسئله همینه. میگه آره مسئله همینه. میگه که خب مسئله خیلی ساده است، روباهو بندازید زندان، روباه مقصره. روباه حسابی شاخ در میاره، تعجب میکنه، میگه یعنی چی؟ من دارم میگم این چمنها سبزه، این داره میگه بنفشه. سلطان مگه شما نمیدونی چمن سبزه؟ میگه نه میدونم چمن سبزه، اما تو باید بری زندان. میگه آخه من برای چی باید برم زندان؟ میگه برای این باید بری زندان که دیگه با خر بحث نکنی. تو باید بدونی که اون خره، اون نمیفهمه، تویی که میفهمی نباید باش بحث بکنی. موضوعی نیستش که چون من دارم درست میگم پس باید بجنگم با اونی که داره غلط میگه. اگر تو داری درست میگی و میبینی اون داره غلط میگه و در فضایی هم هست که نمیفهمه، تو باید سکوت بکنی. چرا تو یک جنگی رو راه انداختی؟ چرا کشمکش ایجاد کردی؟ تو مقصری، برو زندان. اون که حال و روزش معلومه، اون خره. حالا چقدر چنین وضعیتی توی کشور ما هست و بوده و چقدر خود همین کشمکش باعث شده اون خرانی که در کشور ما بودن قدرت بگیرن و بیشتر بشن. متوجه شدین چی گفتم؟ همین کشمکش قدرت داده به اون خرها که بیشتر بشن. این کارو چه کسانی انجام دادن؟ اونایی که داشتن درست میدیدن، میدونستن که آنچه که میگن درسته، اما نشستن با اون خرها بحث کردن. این بحث ما به اونا قدرت داد. اونا فکر کردن مطرحن. شما الان تصور کن به جای، توی این مثالمون، به جای یه دونه روباه، همه حیوانات جنگل بیان طرف مقابل اون خر بخوام باش بحث بکنن. خره فکر میکنه او عجب کسیه، عجب نظری داره، این همه آدم اومدن مقابلش، این همه آدم اومدن دارن بهش توجه میکنن. و کم کم یه عده شک میکنن که شاید چمنها بنفشه، ما داریم اشتباه سبز میبینیم. و همین باعث میشه یه آشفت بازاری راه بیفته که در واقع دامن همه رو بگیره. توجه کردین؟
در کشور ما چنین حالتی بوده و هست که آنهایی که میدانستند متاسفانه متوجه نبودن که باید از بحث کردن با کسانی که نمیدونن و نمیخوان بدونن خودشونو جدا کنن. نشستن بحث کردن، نشستن هی توضیح دادن، نشستن هی تمسخر کردن، حمله کردن، جنگ کردن و وضعیت این شده. در حالی که راه درست اینه آقا تو یه نظری داری، یه عقیده‌ای داری، میدونی اون نظر و عقیدت درسته، حالا یا کامل درسته یا تا حدودی درسته، تو اونی که درسته رو منتقل میکنی به دیگری اگر فهمید، اگر یه تکونی خورد، اگر یه تأثیری روش گذاشت، خب بحث اونجا تأثیرگذار ادامه میدی. اگر نداشت و بیای ادامه بدی اون بحثو، تو اونجا نقش نادانو داری. بذارید یه موضوع جالبتر رو بهتون بگم. تمام جنگ و دعواهای دنیا سر نادانیه. 2 آدم دانا هرگز با هم دیگه نمی جنگن. برعکس کاملا سازنده و کاملا مثبتن. 2 آدم دانا همیشه اینجوریان. هر موقع جنگ بین 2 نادانه یا یک نادان که یک دانایی رو هم به نادانی میکشاند. مثال همین خر و روباه که گفتم، روباه دانا است، خر نادانه. این خر روباه رو هم به نادانی میکشونه، بعد اون موقع جنگ به وجود میاد. وگرنه امکان نداره یک دانای واقعی وارد جنگ بشه. امکان نداره. مخصوصاً جنگ و دعواهای ادامه دار. برید نگاه بکنید در طول تاریخ. همه جا هیچ موقع داناها جنگ نمی‌کنن. جنگ نمی‌کنن. هیچ موقع. مگر در یک حالات خیلی خاص و استثنایی، اونم به صورت خیلی موقت و در واقع قوی و تمام کننده. این جنگای ادامه داره، کشمکش داره، اینها همش مال نادانیه. تو کشور ما چنین حالتی هست یا نه؟ پس 100% نادانی حاکمه. اگر دانایی بود چنین اتفاقی نمیافتاد. پس باید بدونیم که نمیدانیم. باید بدونیم که نمیدونیم. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که چرا ما اینقدر به همدیگه حمله میکنیم؟ احتمالاً دیدید که هر نظری از هر طرفی بیرون میاد، طرف مقابل یا طرفای مقابل سریعاً میان ضدشو منتشر میکنن، ضدشو میگن و اونو میخوان بکوبن. دقت کردید؟ الان حالا من نمیخوام شاخه‌های مختلفو توضیح بدم، هممون برامون روشنه. از طرف جمهوری اسلامی یه چیز میاد بیرون، بقیه میان مخالفشو میگن، اکثریت. از طرف مخالفین، حالا مخالفین هم چند دسته هستن، یه چیزی میاد بیرون، خودشون میان ضدشون میگن، جمهوری اسلامی میاد ضدشون میگه. این وضعیت وجود داره. خب در این فضا کی داره درست میگه، کی داره غلط میگه؟ معلوم نیست. همه دارن به هم دیگه حمله میکنن. حالا من جلسه بعد اینا رو توضیح خواهم داد که ما چند دسته هستیم و چرا داریم با هم دیگه دعوا میکنیم. اما چرا تقریبا هر حرفی که بیرون میاد طرف مقابل اون حرف رو محکوم میکنه؟ یه سری چیزهای خیلی جزئی باقی میمونه که این که میگم جزئی در واقع خیلی کلیه و چون اثری نداره من میگم جزئی. که مثلا اینکه آقا باید هممون اتحاد داشته باشیم. خب بله، همه اینو قبول دارم، اما چجوری اتحاد داشته باشیم؟ آقا ما باید مثلا ریشه شر رو بکنیم. بله، اما شر کیه؟ کی قبول میکنه که اون طرف شره؟ هیچ کس. اینا رو ما قبول داریم، اما بقیه موارد که میخوایم بریم دقیقاً روشن بکنیم چی به چیه، حملات صورت میگیره. این میدونید به چی برمیگرده؟ دوباره برمیگرده به همون مسئله نادانی. ما نمیدانیم. این که میگم نادانی دوستان، نگاه من نگاه توهین‌آمیز نیستا. جلسه قبل عرض کردم حالتیه که ما خوابیم ولی نمیدونیم خوابیم. منظور من از نادانی بیشتر اینه. برای اینکه حالا این روشن بشه چرا ما به هم دیگه حمله میکنیم و ریشش کجاست، اجازه بدید یک آزمایش علمی رو تا یه حدودی بهتون بگم. تو این آزمایش ما متوجه میشیم قضیه چیه و چرا داریم به هم حمله میکنیم. این آزمایش به اسم، اگر اشتباه نکنم، نردبان و آب سرد، به اسم این معروفه. شاید هم حالا اسمای دیگه‌ای داره ولی من این اسم الان تو ذهنمه. این آزمایش به این صورته که یه سری دانشمند اومدن یه تعداد میمون رو در یک اتاقی، در یک فضای دربسته‌ای محبوس کردن. اینا رو گشنه نگه داشتن، یه نردبانی گذاشتن اون وسط،
بالای اون نردبان غذا گذاشتن، حالا موزی، نارگیلی، چیزی هرچی گذاشتن اونجا. خب طبیعتا این حیونا میخوان از نردبون برن بالا غذا بخورن. منتها اتفاقی که میفته اینه که هر حیوانی که میخواد بره بالا غذا رو برداره به بقیه میمونها شوک میدن، مثلا آب سرد میریزن روشون یا یه شوک برقی بهشون میدن. پس هر حیوانی، هر میمونی که میخواد بره بالا اون غذا رو برداره، بقیه میمونها اذیت میشن. این قضیه تکرار میشه. خب میمونها هم گشتن، بالاخره یه بار این ترای میکنه، اون یکی ترای میکنه، هر بار میرن بالا اون غذا رو بردارن، حالا اون طرف میره غذا رو برمی‌داره میخوره، اما بقیه یه دردی، یه رنجی بهشون تحمیل میشه. وقتی این اتفاق به اندازه کافی تکرار میشه، میمونها یاد میگیرن که کسی نباید بره بالا اون غذا رو برداره، چون اگر اون غذا رو بخواد بره برداره اینها این پایین اذیت میشن. بنابراین وقتی میمونی شروع میکنه اراده میکنه که بره بالا اون غذا رو از نردبون برداره، خود میمونای دیگه میگیرنش میندازنش پایین تا اذیت نشن دیگه. درسته گرسنه میمونن، اما میگن که بهتر از اون شوکیه که به یه دفعه به ما اعمال میشه، بذار جلوی اینو بگیریم. خب مسئله حل میشه دیگه، راحت میمونن، اما خب گرسنه هم هستن دیگه، غذا اون بالا هست، کسی نمیتونه بره برداره. بعد از یه تکرار در واقع به اندازه کافیه این اتفاق، دانشمندا دیگه اون شوک رو هم نمیدن. یعنی وقتی میمونه میره بالا غذا رو برداره، این پایینیا دیگه بهشون شوک داده نمیشه، اما همچنان همون رفتار رو تکرار میکنن. یعنی هر میمونی میخواد بره بالا، اینا میگیرن میندازنش پایین، فرقی هم نمیکنه کی باشه، در ناخودآگاه جمعی اونا نشسته که کسی نباید بره بالا. آیا این حالت شبیه به کاری که ما داریم انجام میدیم نیست؟ ما اصلا کاری نداریم کی داره میره بالا، هر کی میره بالا میخوایم بندازیمش پایین. هر کی میره بالا میخوایم بندازیمش پایین به هر ترتیبی که شده. البته وقتی میندازیمش پایین برای خودمون یه دلیل پیدا میکنیم، اما از خودمون سوال پرسیدیم که ما الان این همه گروه‌های مختلف هستیم، عقاید مختلف داریم، یعنی هیچ کدوم از اینا درست نیست که ما اجازه بدیم بره بالا؟ همه غلطن؟ همه باید بیفتن پایین؟ خب یکی بره بالا اون غذا رو هم خودش بخوره هم بیاره به بقیه بده. چرا ما اجازه نمیدیم هیچ کس بره بالا؟ چرا به همه حمله میکنیم؟ فرقی هم نمیکنه از کدوم جناح و از کدوم سمت باشه. فقط خودمون رو قبول داریم. بعد خودمون هم که میخوایم بریم بالا، خب بقیه ما رو قبول ندارن، بقیه ما رو میندازن پایین. این دلیلش برمیگرده به آنچه که در ناخودآگاه ما ثبت شده. من وقتی به نسبت به این قضیه خورده فکر کردم، چیزی که فعلا به ذهنم رسید و شاید دلایل عمیق‌تری داشته باشه که دوستان بتونن تکمیلش بکنن، اما آنچه که به ذهن من رسیده اینه که ما همیشه در این کشور یه حکومتی داشتیم، به غیر از زمان هخامنشیان و کوروش بزرگ و اینها، یه حکومتی داشتیم که فقط اون عقیده و اون ایدئولوژی و اون خط خودشو میدید، بقیه رو سرکوب میکرد. این همیشه بوده. در جمهوری اسلامی هم که دیگه ماشاءالله اوج خودش بود، فقط فکر خودشون، خط خودشون، بقیه همه باید نابود بشن، بقیه همه کافر و دشمنن. این حالت در ناخودآگاه ما نشسته که هر کس بره بالا، هر کس بره حکومت بکنه، ما مردم فرق نمیکنه تو چه دسته‌ای هستیم، ما قرار اذیت بشیم. پس چیکار باید کرد؟ قبل از اینکه اون بخواد بره بالا، بر اون مسند قدرت بشینه، ما بندازیمش پایین. درست میگم یا نه؟ این در ناخودآگاه ما نشسته. به همین دلیل اصلا نگاه نمی‌کنیم طرف درست میگه یا غلط میگه، اصلا نمیشنویم دلیلش چیه. تا میبینیم که مخالف ماست، میگیم خب این هر کسی باشه چون مخالف ماست بره بالا، ما قرار اذیت بشیم، پس بندازیمش پایین، نباید بره بالا. این حالتی شده که ما همش داریم حمله میکنیم. از یه بابت هم کاملا حق داریم، کاملا حق داریم. سابقمون اینطوری بوده، حکومت‌ها مخالفای خودشون رو سرکوب کردن، مخالفای خودشون رو سرکوب کردن.
یعنی حکومت میگه آقا من حاکمم دیگه، پس بقیه باید شکل من باشن. این غلطه. قسمت قبل گفتم کدوم حکومت درسته. گفتم حکومت خدا، یا به جای خدا کلمه طبیعت رو بذار. خب که حالا توضیحاتش مفصل میرسیم. یعنی چی این مسئله؟ در حکومت خدا، در حکومت طبیعی، این حالت نیست که یکی که رفت بالا بقیه رو، مخالفای خودش رو سرکوب کنه، فشار بهشون بیاره که مثل خودش بشن. این حالت نیست. بنابراین این نگرانی ما از بین میره. یعنی ما وقتی فهمیدیم که شکل درست حکومت چه باید باشد، دیگه اونی که میره بالا خیالمون راحته که قرار نیست بره بالا بزنه تو سر خودمون. دوستان عزیزان خیلی مهمه ها. ببین یه مدلی هست از حکومت که من ندیدم کسی راجبش حرف بزنه، کسی بیاد روشنش بکنه، که اون مدل از حکومت اونیه که وقتی میره بالا تو سر بقیه نمیزنه. شاید بگه امکان نداره، هر حکومتی باشه تو سر بقیه میزنه. منم میگم بله. توضیحاتش هم مفصل خواهیم داد که اون مدل حکومت چیه. اما میخوام بگم حکومتی نخواهد بود، اون حکومت طبیعیه، اون حکومتی که بنده میخوام ازش حرف بزنم، که باعث بشه ایجادش بقیه رو تحت فشار قرار بده. اتفاقا برعکس، اون مدل حکومت همه رو میخواد بکشه بالا. حالا الان هنوز توضیحات این مدل حکومت رو ندادیم، مربوط به درس‌های آینده است. اما شما به این توجه بکن، آیا چنین حکومتی اگر از قبل روشن بشه که وجود داره، بعد بخواد اون بیاد سوار بشه بر کار، ما بهش حمله میکنیم؟ ما میگیم بالاخره دنبال یه چیزی هستیم که بکشیمش پایین؟ نه، ما نگهش میداریم، ما حفظش میکنیم، ما اتفاقا بهش قدرت میدیم که سریعتر بره بالا. اینه ماجرا. این که گفتم حقیقت ما رو نجات میده اینه. یه مدلی هست که اون مدل جواب همه چیز را میدهد، روشن میکنه، اختلافو بر میداره، به جاش اتحاد میاره، با علم، نه با حرف، نه با قول و نه با رویا فروشی و قول قرار الکی و رویا فروشی و اینجور چیزا. با علم، با عقل، با منطق، با روشنی. بعد اونو چرا باید بندازیش پایین؟ حالا اینی که الان دارم عرض میکنم برای اینه که بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، وارد این بحث‌های پر از تنش و پر از فحاشی و پر از تمسخر و پر از حمله و اینا نشیم که دقیقاً ضد حقیقته. حقیقت از ما دور میکنه، نمیذاره ما بفهمیمش، و بعد آروم باشیم تا بتونیم حقیقت رو پیدا بکنیم. بنده قراره اینا رو توضیح بدم، اما این در جایی شنیده میشه و فهم میشه که این آرامشه باشه. حالا شما دوست عزیز، نمیدونم الان دارید این برنامه رو نگاه میکنید، شما کی هستید، کجا هستید؟ شما از خودت سریع شروع بکن. نه تو فضاهای اینطوری آلوده وارد بشو و نه کسایی که تو این فضا هستن رو دنبال بکن، نگاهشون بکن. حتی نگاه کردن اونایی که دارن با هم دیگه میجنگن هم اشتباهه. حتی اونم اشتباهه. از اون فضا بیا بیرون، حقیقت رو یاد بگیر. حقیقت رو که یاد گرفتی شما میتونی 4 نفر دیگر هم نجات بدی و اینجوری کل کشور نجات پیدا میکنه. نه با اینکه من خودم فحاشی بکنم یا اجازه بدم اون به من فحاشی بکنه یا برم تو فضاهایی که دارن فحاشی میکنن حمله میکنن به هم دیگه، من نگاه بکنم، طرفداری بکنم. تمام اینا باطله. نگاه بکن دیگه تا الان ما رو به کجا رسونده. از این فضا باید بیرون اومد. وقتی از این فضا بیرون اومدی، حالا میتونی اون نجات رو پیدا بکنی. پس ما تو برنامه‌مون اینو نداریم. حالا خود من احتمال داره با خیلیا تو همین مسیر بحث و گفتگو و مناظره و اینها داشته باشیم. خود بنده اینو ندارم و اگرم ببینم جایی کسی توی این فضا هست، من از اون فضا خارج میشم. نه به این معنی که من نمیتونم جواب بدم، نه به این معنی که من نمیتونم تمسخر بکنم. خیلی خوبم، بلدم، همه بلدیم. اما
دلیلش اینه که هدف زورآزمایی و نمایش نیستش، که هدف سرگرم کردن خودمون نیستش، که هدف منم کردن و خودنمایی نیستش، که هدف تو سر بقیه زدن به این معنی که خودت یه ذره بیای بالا نیستش، که هدف اینه که نجات پیدا کنی، راحت سعادت برای همه ایجاد بشه. پس این نیست، نباید باشه، عمدنم ما نمیخوایم بذاریم که باشه. چی نمیخوایم بذاریم باشه؟ فضای تنش، فضای جنگ و تمسخر و اینها. توی صحبتم عرض کردم، الانم در پایان عرض میکنم، این حرف من به معنی نیستش که ما مثلا بلد نیستیم جواب بدیم، بلد نیستیم حال کسی رو بگیریم اگر حالمون رو گرفتن. نه، اولویت با چیز دیگری است، با اون حقیقت است. جنگیدن و جواب دادن و فحاشی کردن و اینها، اینم یه بخشی از زندگیه، اما فقط در جای صحیح خودش. اشکال کار ما این بوده که اینو گسترش دادیم به همه جا. این ایراد کار ما بوده و این باید اصلاح بشه تا ما بتونیم از این مرحله درست عبور کنیم تا مرحله بعد رو ببینیم چیه. همینجوری نمیشه جواب رو پیدا کرد. به انتهای این جلسه میرسم. جلسه بعد راجع به دسته ها صحبت خواهیم کرد که ما چند دسته هستیم و چرا داریم با هم میجنگیم و مدل درست که بعد از اون معرفی خواهد شد. برای همگی آرزوی بهترین ها رو دارم. از خدمتتون اینجا مرخص میشم تا انشالله جلسه بعدیمون. خدا نگهدارتون.